در مرکز جوانان جماعت دهاتی دورباد شهر حصار بخشته به روز رودکی چاله‌بینی فرهنگی برگزار گردید. در چاله‌بینی شاعر و نویسندگان جمهوری تاجیکستان، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و آموزگاران، کتابداران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر حصار اشتراک نمودند. نخست مهمانان از نمایشگاه خوانندگان و آموزگاران که در سن این مرکز به معرض تماشا گذاشته شده بود دیدن کرده به آنها بهای بلند دادند. در سراسر جمهوری جشن با شکوهی بخشیده به روز استادی شعرا استاد ابو عبدالله رودکی جشن پرشکوه برپا گشت و در جشن امروزه ما که در جماعت دهاتی دورباد برگزار گشت تمام شاعران نویسندگان جمهوری اشتراک ورزیدند. اینچنین چورابینی فرهنگی با شکوه تشکیل کرده شد که در یک سطح بلند گذرانده شد. بعداً در رفت سخنرانی شاعران و نویسندگان و روبرد شهر حصار ابراز داشتند که آثار ابو عبدالله رودکی همیشه پر از حکمت، پر از تجربه روزگار و صنعت عالی شعری بوده تا امروز هزارها شاعران و ادیبان را تربیت کرده است. رودکی شناسی در جمهوری خیلی رواج یافته. بعد از جشن 1100 سالگی ابو عبدالله رودکی استادان بزرگ مقاله های زیادی پرمضمون ایجاد کردند که برای رودکی شناسی آینده تکانی جدی است. از جانب شاعران جوان، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر حصار سرود و شعرها، ترانه و صحنه‌های جالب پیشکش حاضرین گردانده شد. همچنین در این چاله‌بینی شاعران جوان و مخلصان شعر جمع آمده از ایجادیات ابو عبدالله رودکی شعرها قرائت نمودند. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردم، انگور نه از بهر نبیذ است به چرخوش. در آخر چاله‌بینی از طرف شاعران و نویسندگان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار به یک چند شاعران جوان و ایجادکاران شعر و سرود افتخارنامه و تحفه سپرده شد. همچنین کارمندان شعبه فرهنگ شهر حصار با پیشنهاد ترانه‌های وطن‌دوستانه که انسان را به حفظ و پاسداشتن نعمت بی‌بهای زمان صاحب استقلالی تلقین می‌نماید خاطر حاضرین را شاد نمودند.